شده خیلی وقتا پاور رو تعمیر میکنید، تست اولیه‌اش رو انجام میدید سالم هست، برای مشتری میفرستید، بهتون زنگ میزنه میگه زیر بار کم آورد، خاموش شده و مشکلش برطرف نشده. توی این ویدیو میخوام یکی از اصلی ترین دلیل های این خرابی رو خدمتتون توضیح بدم. به نام خدای مهربان عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. بنده مجتبی زاره هستم. همونطوری که میبینید 2 تا پاور داریم که میخوایم عملکردش رو با همدیگه بررسی بکنیم. یکی از پاورها سالم هست، این یکی مشکل داره. هر 2 تا پاور رو من روشن میکنم، ازشون با استفاده از این بار مقاومتی جریان میکشم، ببینیم زیر بار عملکردشون به چه صورته. اول بیایم سراغ این پاور. وقتی روشنش میکنیم میبینید که بدون مشکل راه اندازی میشه. حالا من این بار رو اینجا قرار بدم که شما توی تصویر ببینید. توی خروجی جریان میکشم ازش، حدوداً 10 آمپر دارم جریان میکشم، میبینید که بدون مشکل داره کار میکنه. این از پاور اول. بریم سراغ این یکی پاور. به این صورت حالا من بار رو قرار بدم که شما ببینید. میخوام رنگ روشن شدن چراغ لامپش رو ببینید که به چه صورته. این پاورم همونطوری که میبینید بدون بار بدون مشکل راه اندازی شد. الان یک لود قرار میدم توی خروجی. میبینید که کم میاره. از صدای فن مشخص هست که ولتاژ توی خروجی افت پیدا میکنه. حالا میگم من دارم جریان حدوداً 10 آمپر میکشم، جریان خیلی زیادی نمیکشم، ممکنه بیشترم جریان بکشیم کلاً خاموش بشه. این ایرادی هست که میخوام توی این ویدیو خدمتتون توضیح بدم. اولین دلیلی که باعث این خرابی میشه توی پاورهای توان بالا، مثل این پاورهایی که مثلا 100 آمپر دارن جریان دهی میکنن، خرابی مدار PFC هست. توی این پاورهای سنگین این قسمت ببینید بعد از پل دیودی اینجا پل دیودی قرار گرفته. این قسمت پل دیودی هست، بعد از پل دیودی اینجا مدار PFC ما قرار گرفته. مدار PFC کلاً کارهای مختلفی انجام میده، ولی بدونید که اصلی ترین عملکرد، اصلی ترین ویژگی که ایجاد میکنه روی پاور این هست که افزاینده سطح ولتاژه. یعنی دیگه دو سر این خازنهای بالک توی مدار تغذیه توی پاور نباید 310 ولت داشته باشیم. توی تغذیه‌ای که ما PFC داریم حدوداً 380 410 20 ولت دو سر این خازنها قرار میگیره. با هم یه تست ولتاژ انجام بدیم ببینیم PFC توی کدوم یکی از این پاورها راه افتاده، توی کدوم یکی از پاورها PFC کار نمیکنه. برای این تست من مولتیمتر رو روی ولتاژ DC قرار میدم. دو سر خازن‌های بالک رو باید اندازه‌گیری ولتاژ انجام بدم. پاور اول رو روشن میکنم. مولتیمتر هم شما کنار تصویر میبینید. همونطوری که مشاهده میکنید حدوداً 387 ولت توی این پاور سالم دو سر خازن‌های بالک افتاده. پس عملاً توی این مدار PFC ما راه افتاده. حالا این پاور سالم رو من میذارمش کنار، دیگه کلاً روی این پاور صحبت بکنیم. اینم روشن بکنیم، یه تست ولتاژ انجام بدیم. توی این پاور حدوداً 304 305 ولت ولتاژی هست که دو سر خازن‌ها افتاده. عملاً مدار PFC ما توی این پاور راه اندازی نشده. دلیلش هم همین هست که درسته توی خروجی ما ولتاژ داریم، ولی زیر لود، زیر بار نمیتونه اون جریان دهی لازم رو داشته باشه. حالا دلایل خرابی PFC، مدار PFC به چه صورته؟
یه دسته‌بندی کلی بخوام خدمتتون بکنم، ما 4 تا دلیل اصلی داریم که روی پاورها مدار PFC مون کار نمیکنه. اولین دلیل خراب شدن مدار تغذیه استندبای یا اون تغذیه فلایبکمون روی پاور هست. خب اگر این ایراد اتفاق افتاده باشه، یعنی تغذیه راه انداز ما روی پاور مشکل پیدا کرده باشه، کلاً پاور راه اندازی نمیشه، یعنی اصلا نه فن روشن میشه نه توی خروجی ما ولتاژ داریم. از همون ابتدا پاور ایراد داره، راه اندازی اولیه نمیشه. توی این پاور چون خروجی راه اندازی شده، پس قطعاً ایراد از بخش مدار تغذیه استندبای نیست. 3 تا ایراد بعدی مربوط به خود مدار PFC ما. پس دومین دلیل ممکنه توی مدار تغذیه ما مسیر فیدبک جریان مدار PFC دچار ایراد شده باشه یا قطعی پیدا کرده باشه. سومین دلیل ممکنه مدار فیدبک ولتاژ مدار PFC ما ایراد پیدا کرده باشه. و چهارمین دلیل ممکنه خود IC PFC ایراد پیدا کرده باشه و کلاً راه اندازی نشه. پس توی این پاور که ما خروجی داریم، ممکنه یکی از این 3 تا دلیل یا حالا چند تاش اتفاق افتاده باشه. ما باید بیایم سراغ چک کردن فیدبک جریان، فیدبک ولتاژ و خود IC PFC مون. حالا به چه صورت باید انجام بدیم؟ خیلی مفصل هست، برای هر IC PFC متفاوته، ولی اصولش به این صورت هست که ما وقتی دیتا شیت IC PFC رو بگیریم، توی دیتا شیت همون مدار فیدبک جریان، همون مدار فیدبک ولتاژش رو میتونیم شرطهای راه اندازیش رو ببینیم به چه صورت هست، روی بود تست بگیریم ببینیم آیا اون شرطها برآورده شده یا نه و به این صورت اون ایراد رو برطرف بکنیم. پس بخوایم جمع بندی بکنیم، توی این PFC، توی این پاورهایی که ما خروجی داریم ولی زیر لود جریان کم میاریم، اولین کار ولتاژ دو سر خازن‌ها رو چک بکنیم. اگه حدوداً 300-310 ولت هست، مدار PFC اون قطعا راه اندازی نشده و باید بیایم چک بکنیم کدوم یکی از این 4 تا دلیل اتفاق افتاده و اونو برطرف بکنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و استفاده کنید. یا علی، خدا نگهدار.